بسیار خوش هستم که به کشور خود آمدم بعد از 18 سال 15 سال نه. خب 3 سال خود رام بودی نه در ترکیه و اینجا میگه بر مانده بودی. ما بر رضای خود نامده، مرا به زور کشیدن. نه خب گفتن تو آمدی با چکر پس میریدم این روزا. نه خب یا رسانه دروغ میشه شاید برم، خب مطلب به زور کشیدن. خب به زور سوته. خب بیا برای ما بگو که در اونجا چی کارا کردی؟ در اینجا چی کارا میکنی؟ در اونجا خب من نمیفهمیدم که تا ما اشتک بودم، چوشک میچوشیدم. یعنی اشتک بودی نمیفهمیدی؟ بله بله اشتک بودم. خب تا چند سالگی شیر چوشک میچوشیدی؟ مگه زیاد؟ تا 30 سالگی را. 30 سالگی. خب خیلی می افغانستان که آمدی شیر چوشک اونجا نه طالبا که آمد چوشک او انداخت. خب جوان شدی. جوان شدم. با وطن که آمدی در میدان هوایی چطور بود رفتار مردم که سنگ چوب چبلق زدی تا یا نه والا ما خب پټ آمدم، هیچ کس خبر نکردم. خب تا که کیس موجه خراب نشوه. خب اینجا آمده چی کارا میکنی؟ مصروف چی کارا هستی؟ اینجا خب ما والی استم، سارندوال استم، هر مسئولیتی را که بگی ما اونمو مسئولیت ها را میکنم. خب نه قصابی را میمانم، نه زرگری را میمانم، نه شاروالی را میمانم، نه ترافیک هم تعمیر میکنم. او بچه اینجا بیا که نه بیا دیگه باز کارش خلاص است دیگه. حالا خب ما می کار هستیم، ما خیلی چرا نمیتونیم تو میتونی؟ او بزرگ تو در افغانستان بودی، ما از خارج آمدیم. خب کسایی که از خارج بیا بازی کارا را میتونه دیگه. سر هر کس که خدا اله کرد دیگه اله کنه، هیچ کس باید چیزی نگه. خب هموطنای نازنین باش که ما سوال کنیم، شما ویدیو را دیدین که دختره که خودش میگه مردم هم میگه او طرف سعی کنین، باز خودش هم سایل داره، کمره را هم سر زوم کرده. خب میگه یک مصاحبه داشتی در یکی از ولایت ها، باز دختره که گفتی چرا محیط معلوم میشه و بله محیط پد کول تو چی رقمی حق؟ ما حق دارم، ما پیشتر برات گفتم که ما حق دارم، حتی ما محرم هستم دیگه. ما دخترک چرا مویای خود لچ کرده بود؟ حالو قد سن سال نداشت که یک طفل بود. باز تو باید یک نکاح خوب بر خود پیدا کنه. مویایش معلوم میشه، این مردم توجه جلبش میکنه. چرا بازار میه؟ این خوب یادر بلژیم و چی لندن نیست، این افغانستان است. اینجا باید این دختر 6 ماه باید ایجاب کنه. 6 ماه؟ در غنداخ هم که باشه باید ایجاب. حالی را بگو کل مردم اونجا دادم دوربین میگی رویای تانه طرف بگی، باز خودت چرا لخ سعی ما حق دارم. ما هر کار هستم. بعد از این چی پلانا داری؟ بعد از این دیگه همه تو پیش میرم تا که دندانای ما کس میدان نکنه، همه تو سراری که خدا اعلام میکنم. خب حال تو رو چیز نمیگن؟ نمیتونه، گفتن نمیتونه. میگه 4 طرف ما از خارج آمدیم. خب ما تو میفهمی که یک نفر دستخط کرده بود تا ما از کشور دبی دیپورت کنه. دبی یک نفر ما قربانی دادیم. چی قربانی دادیم؟ قربانی نیست که ما را دیپورت کرد، ما یک کشور را اعلا کردم مثل دبی واره. بله اینا دیگه افرادا که خودت برخوردش چطور است؟ مسلکایت مثلا مثل ما مثل دیگه و چی میگه دیما؟ و چیز گفتن نمیتونه، تو کلش چپ کردیم فهمیدی که کس حرف زدن نمیتونه. ما در کل افغانستان یک تاز هستم چون از خارج آمدیم. قدر عزتت باید زیاد شود. باشه نباشه ما خودم قدر عزت خودم میکنم. خب یعنی کسایی که من سر طلا فروشا چطور خدا اعلا کردم؟ گفتم که طلای عربی نی، طلای افغانی است. سر قصابا چطور خدا اعلا کردم؟ راست میگی. امی کار شاروال میتونه، سارنوال میتونه، دکانا رو مرلاک میتونه. اصل وظیفه از واسه تو رو چی کار؟ خب ما از خارج آمدیم. حالا از خارج کاش که بدل خود آمده باشه. تو دیدی که دور دست ولسوالی مزار شریف در او جمع بر دکاندار گفتم بر قصاب که تو کاشی بزن، او کاشی را اصلا نمیشناسه. گفتم کاشی بزن. میگه یک نفر پشت تفتیده بر از او چی پیام داری؟ دمی تیک تاک یا میگه زیاد ویدیوهاش دست به دست میشه، خو یگان انتقاد بجا میکنه، گناه از اون نیست. میگه تو باید اصلاح کنی خدا. تحمل نداره. خب خیلی ارتباطات در بیرون هم خوب است. هر مردم که بگیم که کل امریکا رو روان که خب حالا یک صدا که کنی چقدر پیسه برات خاط آمد. خب تو گفتی اینجا مکسای نفر هم در بغل ویدیو میمانم. حالا اگه خانم باشه با تو عکسش هم میمونم. او خب ما گفته بودم، خب ما خو نبودم خبر. اینم یک کار سر ما چی کرد که گفت
گفته نبود، ما بر مردم هم تو گفتم که برای ما گفته شده که عکسای کسی را نلگان. خب باز ما که کس پیسه روان کنه باز عکسشان میلگانم، نامم میگیرم، میگم که این قبول از بازم رفت آمدش یک 5-6 هزار سو مصرف میشه دیگه. خب نان میخوری یک تیل میل دیگه. خب باز نمو دیگه. خب از اونجا چی آوردی؟ دست خالی آمدید این پیسه؟ والا از اونجا یک دانه نیکتایی ما بود، یک دانه شرط بود، بله، یک دانه پتلون